خیلی خوش آمدیم. به هر حال همین مطلب ما در اختیار شما هست. ممنون از اینکه وقت گرفتیم هماهنگ کردیم. انا حالی میریم خود شما سر اصل مطلب. چای چیزی اگه لازم داریم بگین که شما بیارم. چی میخوریم؟ نه سلامت باشیم دکتر سه. زنده باشیم. خب انا حالی هر کدوم شما نمیفهمید کدوم اگه شروع میکنیم بگیم که مشکل شما چیه تا ما از اون ناحیه مشکل ریشیابی کنیم و به هر حال دکتر سه بلیاز خودشون مشکل نگیم، مشکلات بگیم. هزار یک مشکل داریم ما. هزار یک مشکل. بسر هیچی به هیچی از اون دروغ داده بیاد را میندازه. از اون دروغ سر صدا میکنه. از اون دروغ خودمو جنگ میکنه. ای تو برو بومو. اول که خود تو جه داده برام این دزدی مکی خودتو جنگ کردو. میگه من روز روشن دکتر سه کنه من روز روشن دروغ میگه. آقا چرا روز روشن دروغ میگی؟ هنوز بم خونه ناآماده دکتر سه بم مازی که بم خونه میرسون شروع میکنه جغدات مثل مولات فولادزری بری خود میگه دکتر سرمه شروع میکنه پخول کشیدن ته مثل گرز اتشی بری میخوره فرق سرمه میزنه. اگه تو مثل آدم بی سر بی صدا بیای به خونه خوب من برخوردم خوب میشه. من یعنی مثل آدم به خونه نمیایم. پس او کینه دمی که بریم میگم یک پیاله چای بیار دیگه کاسر میزنه و تا سرمه هم به هم میرسه. او کینه او مشکل کینه. دوستان فقط هم 2 دقیقه جنگ و دعوا نکنید که من این مشکل شما رو بفهمم که بعد ریشیابی کنم. 2 دقیقه تو لار شو خود به این میفهمونم. تو فکر کردی مرور داری بیاری پیش همیت چیزی 2 پول دکتری مر میتونی ملامت کنی؟ چرا برادر به من توهین میکنی؟ تو خفه شو 2 دقیقه خفه شو. من خود میل ادب میکنم. تو به کی میگی 2 پول دکتره؟ تو به قیافه قناس از این نگاه نگو. تو به قیکل بویدادی از این نگاه نگو اخزن. به چشما پخ زدی از این پوزی فقط خودتون به فیل بزی چیزا نگاه نکن. باور کن 100 تا مثل موتور آدم میکنه. تو که عدد نی. بوف بره بموره ای دکتر. این به اندازه همه مادر جلیل هم عقل نداره. با 100 تاری آدم کرده. اول بر خود آدم کنه. ببخشید چی واسه چرم بیچارهش زخمی میکنیم من چی کار کردم اینجا؟ ببند دنباغ بیانگور ببند تو 2 دقیقه ببند خود میفهمونم. زن تو اصلا میفهمی به کی توهین میکنی؟ به همین قیافه بلاغ از تو نگاه تو این قیافه مزخرف از تو نگاه تو بیکا کاجوکوله از نگاه تو میگی چیکاره؟ باور کن اندازه 100 تا ما تو عمل سواد داره. یک سبیل از عمل پینه گرفته یک و دروازه خوش کرد یک و شیده‌ای تو زی توهین میکنی. میگم ببخشید دیگه همیشه بی خیال دفاع کردن از ما بشیم ممنون میشم واقعا. اصلا بگذاریم از ما دفاع نکنیم. بازم که از تو دفاع کنه. تو فکر کردی کینی؟ به خدا برخستم خدای من دکایش خودتو خفه میکنم. یک چپن سفید برخو کرده فکر میکنه سلمانی داره. ببخشید من سلمانی ندارم. من دکتر روانشناسم اینجا مطب منه. متوجه نشدی؟ تو همه قضا فهم نداری همه قضا درک نداری دانش نداری که بفهمی که همین فرق بین سلمان و روانشناس تو نمیفهمی که این مزخرف خدا از قیافه کژوکوله خودی دکتر روانشناسه نه سلمانه. نه که تو فرق میکنی. اگه تو فرق بین سلمان و روانشناس میفهمیدی میرفتی مو مزخرف خورتیار میکردی پیش سلمان. تو دیوانه ای زنک تو اصلا نمیفهمی. ما تو به همین خاطر بیاردم پیش روانشناس که بفهمی که من هوشیار شی. دیوانه خودتونی خودی از این روانشناس ناقص خو چپن خونم ایت پیشیده که فقط نگاه سارا و قدیشتیه. برادرها خواهشانه هر چی که شما میگین درسته. فقط لطفاً وقت از این بریم خونه خبرین که ما 100 تا کار غریبی داریم. بفرمایید. صبر کو دکتر صبر کو کجا بریم؟ بخزیم بریم. من امروز تا خودی از این زن تکلیف من روشن نشه از اینجا من تکون نمیخورم. جان برات من 1000 تا کار غریبی دارم. باور کن 100 تا کار به سر میریختی. بریم تکلیف رو خونه خوش روشن کنیم. بفرمایید خونه خود روشن کنیم. تا حدی که تونستیم ولی چی کنیم؟ بریم وقت بریم. تو به قصه تکلیف ما نباش. بیچاره تو بیتر یک سر بری پیش روانشناس که تو معاینه کنه. وقت که بریم خود مشاوره نیاز داره. دکتر صاحب دیگه خیلی ببخشیم من اگه نرم گردن من میزنم مجبورم باید برم. خب باز ان شاء الله بخیر دوباره مزاحم شما میشیم. نه خواهش میکنم اصلا دیگه مزاحم نشیم. همین الان که مزاحم شدیم با اف پشتم بسه. بفرمایید بریم. بفرمایید. خب بریم خداحافظ شما دکتر صاحب. بخیر بریم. الله راحت شدم. اینا کی بودم دیگه؟ عدلی از 60 پا تا مغز سر من هرچی تونستم توهین کردم. اینا چی موجوداتی بودم خدا ردنی شدم از دست از نصبر کن خدا بیرا هم نگو میشی خود کجا کردم.
سلام دکتر صاحب، خوبی؟ سلامتون بخیری؟ زنده باشیم، سلامت باشیم. الحمدلله. خوبه، کاربار خوبه. فقط گفتم که اگر وقت داشته باشیم یک وقت مشاوره ماستون بگیرم. بله. باشه، عصری ساعت 4:18. باشه چه میام. عصر 4:18 دقیقه انشالله میام. تشکر، دست شما درد نکن. بله. دست از این مردم